بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. رشید علیموف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای شد. پاره‌گیری در تاجیکستان آسان‌تر می شود. $100 950 سومون در بازار سیاه تاجیکستان. مفتی تاجیکستان: ما از ایران طلب کرده بودیم که کبیری در کنفرانس شرکت نکند. انتخاب داوطلبان برای تحصیل در کشورهای خارجی آلوده به فساد و خویش و تبار بازی است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز 12 ینور سفیر تاجیکستان در چین رشید علیموف را با سبب تعیین شدنش به مقام دبیر کل سازمان همکاری شانگهای با یک فرمانی از مقام سفیریش برکنار کرده است. طبق این فرمان اینچنین علیموف از مقام نماینده دائمی تاجیکستان در کاتبات سازمان همکاری شانگهای آزاد می شود. فرمان برکناری علیموف در پی رازیگی رهبران روسیه، قزاقستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان برای تعیین این دیپلمات تاجیک به مقام دبیر کل سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید. هماهنگی درباره تعیین علیموف به مقام دبیر کل سازمان همکاری شانگهای تابستان گذشته در اوفا به میان آمده. امامعلی رحمان به کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای برای دستگیری از نامزدی نماینده تاجیکستان به این مقام اظهار مینداری کرده بود. سازمان همکاری شانگهای 15 میلیون سال 2001 تشکیل شده. فعلا تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان عضویان می باشند. افغانستان، هند، ایران، مغولستان و پاکستان در این سازمان مقام کشورهای ناظر را دارند. حکومت کشور طرح تغییرات و علاوه ها قانون‌هایی که در مورد گرفتن پاره هستند آماده و به پارلمان پیشنهاد کرده است. موافق این طرح من بعد آنهایی که هنگام گرفتن پاره دستگیر می‌شوند با پرداخت جریمه پولی آزاد کرده می‌شوند. مبلغ جریمه را باشد موافق این طرح قانون سود معین می‌کند. در حال حاضر موافق ماده 319 کادکس جنایی متهم شدگان با گرفتن پاره را از 5 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. سبک نمودن جزا برای پاره‌خوران در حالی است که تاجیکستان در ردیف فسادزدترین کشورهای جهان جای گرفته است. موافق آمار در تاجیکستان آنهایی که برای گرفتن پاره بازداشت می‌شوند از شمار پاره‌گیرندگان حتی 1% هم نیست. پس امکان بازداشت شدن برای گرفتن پاره هم حد اکثر 1% است. یعنی امکان با پاره به دست افتادن پاره‌گیر در 100 حالت گرفتن پاره 1 مرتبه می باشد. من بعد پاره‌گیر می تواند هنگام دستگیر شدن یک قسم از پاره‌های 99 مرتبه گرفته‌اش را به دولت بسپارد و به پاره‌گیری‌اش ادامه دهد. حالتهای وظیفه‌های بلندتر گرفتن آنهایی که با پاره دستگیر شدند هم در تاجیکستان کم نیستند. مثال آخرین آن را می توانید در سامانه تاج نیوز با سرلوحه کادرگدایی در اسفره جستجو نمایید که چطور نفری که با دزدی اموال دولت گناهکار دانسته شده بود به مقام جانشین رئیس شهر اسفره رسیده است. با اطلاع تارنمای پیامنت قرب دلار در بازار سیاه تاجیکستان به 950 سومانی رسیده است. طبق منبع یک تاجر که از ذکر نامش خودداری کرده است گفته است دلار ایالات متحده آمریکا را از 920 تا 950 سومانی برای هر دلار می‌خرند. این تاجر گفته است که او باری را که در بازار کاروان می‌فروشد از چین وارد می‌کند و برای آوردن بار مجبور است دلار خریداری کند. با گفته این تاجر نرخ دلار در بازار سیاه وابسته از شدید تفتیشات مقامات در بازار از 920 تا 950 سومانی بازی میکند. او میگوید بانک‌ها قیمت دلار را خیلی پایانتر از قرب بازار سیاه نوشتند، اما هیچ بانک حاضر نیست و مشتریان دلار فروشد. بعد بستن صرافی‌ها در تاجیکستان بازار سیاه دلار ظهور کرده است که احتیاجمندان اسعار به این بازار میروند. صبح امروز در بیرژه مسکو قیمت دلار بر روبل هم یک باره از مرز 77 روبل عبور کرد، اما یک ساعت پس در 76,868 قرار گرفت. بانک ملی تاجیکستان قرب دلار ایالات متحده آمریکا را برای امروز 7 سومانی و 29 درم معین کرده است. بینندگان گرامی، کنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم.
صبح امروز ساعت 10:20 با وقت استانبول، 13:20 با وقت دوشنبه در میدان سلطان احمد شهر استانبول ترکش به وقوع پیوست که 10 نفر به هلاکت رسیده، 15 نفر دیگر زخمی شدند. به نوشته روزنامه حریت، یک نفر خود را بین گروهی سیاحان خارجی در میدان ذکر شده ترکانده است. به جای حادثه چند ماشین پلیس و یاری تعجیلی رسیدند. از طرف رئیس جمهوری ترکیه در رسانه‌های خبری اعلان شد که این عمل تروریستی را یک شهروند سوریه انجام داده است. یک مهاجر 81 ساله تاجیک وطن غفورов در ولایت کالوگای روسیه از سوی دو ساکن محلی تا مردنش لطوکوب شده است. جسد وطن غفورov را دیروز 11 ینور به تاجیکستان فرستادند. بنا به معلومات از رادیوی آزادی، وطن غفورov که شب 24 و 25 دکبر در یک فرم هدف حمله دو جوان محلی قرار گرفته بود، روز 7 ینور بعد 2 هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشته است. طبق منبع همه که این موی سفید را میشناسند میگویند او در این سن پیری مجبور شده است که رو به غریبه بیارد، چون که فرزندانش هم در روسیه و هم در تاجیکستان نگاه و بینش نکردند. بابای وطن در یک فرمه چارواداری در روستای دوپلی در ناحیه فرزیکوفسکی ولایت کالوگا کار میکرد و در همانجا به سر میبرد. اکرم یولداشف از اساسگزاران سازمان دینی اکرمیه و یکی از رهبران آشوب سال 2005 در اندیجان ازبکستان 5 سال قبل در سن 47 سالگی در زندان ففتیده است. در این باره یک منصبدار ازبک به آزاد لیگ خبر داده از ارائه معلومات بیشتر خودداری کرده است. اکرم یولداشف 17 فوریه سال 1999 با اتهام تروریسم بازداشت شد و دادگاه او را 17 سال روانه زندان کرد. بعد سال 2005 به هیچ یکی از نزدیکان اجازه دیدار به او را ندادند. در نوار ویدیویی که هنگام بررسی پرونده حوادث اندیجان به نمایش گذاشته شد، یولداشف اقرار میکند که همیشه در جریان حوادثی بود که شب 12 و 13 می سال 2005 در شهر اندیجان رخ میداد. روسیه اعلام کرد که با آسیب دیدگان زمین لرزه روز 7 دکبر سال گذشته در تاجیکستان بیش از 32 تن یاری بشردوستانه میفرستد. بنا به خبر تارنمای وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه، این کمک‌ها اساساً از خیمه، بالاپوش و نیروگاه‌های خرد سیار عبارت بوده طریق هواپیمای ایل 76 و فرودگاه دوشنبه آورده میشوند. رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در نشست مطبوعاتیش گفته است: ما از جانب ایران طلب کرده بودیم که رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در کنفرانس شرکت نکند. عبدالقادرزاده میگوید وقتی مرا به آن جا در آوردند، چند پس کبیری را به نزد ما نشان دادند. من خواستم از جایم خیزم و سفیر تاجیکستان در ایران نگریستم، اما او کاری نکرد. به سوال خبرنگار که چرا با کبیری با دست سلام کردید، مفتی جواب داده است: در یک کنفرانس بین المللی و زیر نگاه کامراهای ویدیویی خوب نیست دست ندهی. از حرفهای مفتی معلوم می شود مقامات تاجیکستان قبل از کنفرانس از جانب ایران طلب کرده بودند تا رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در آن کنفرانس شرکت نکند، اما با وجود این طلب مقامات ایران شرکت رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را بر طلب حکومت تاجیکستان ترجیح داده و او را دعوت کردند. در قطار نمایندگان تاجیکستان جای دادن محیدین کبیری هم از آن درک می‌دهد که مقامات ایران تا هنوز چون نماینده تاجیکستان قبول می‌کنند. نوابسته از آن که حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان حزب تروریستی اعلان شده است. روزنامه‌نگار تاجیک اسفندیاری آدینه در صفحه فیسبوکیش از صحبت وزیر معارف تاجیکستان عاید محصلین تاجیک در خارج از کشور اظهار نگرانی کرده از مقاله که درباره نشست مطبوعاتی وزیر معارف در تارنمای خبری تاج نیوز خبر به نشر رسید. او میگوید تاج نیوز از قول وزیر معارف نوشته که پارسال 4,500 نفر با بورسیه برای تحصیل به 30 کشور سفر کردند، اما یک چیز را از وزیر نپرسید که کی برای انتخاب داوطلبان آزمون برگزار شد، چگونه کسان برای تحصیل به خارج می روند. پولی که برای تحصیل آنها دولت می‌دهد پول مالیات دهندگان است، اما چرا سیستم انتخاب و ارسال دانشجویان به کشورهای خارجی شفاف نیست؟ چرا در نشریه‌ها و رسانه‌ها آگهی نمی‌دهند و چرا نتایج آزمون‌ها را هم اعلان نمی‌کنند؟
یک زمان وزیر سابق معارف رحمانوف گفته بود که ده‌ها نفر را که به ایران فرستاده بودند از بیسوادی نتوانستند تحصیل را ادامه بدهند و بازگشتند. خوب این است نمونه انتخاب داوطلبان برای تحصیل در کشورهای خارجی که آلوده به فساد و خیش و تباربازی است. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهمی روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.